سلام علیکم برادر عزیز جان، خوش آمدید به کانال ما خانه تیجی. شام همتون بخیر و شادی باشه شیر بچه ها. امروز 25 ینور است. مثل هر وقت در خدمت شما هستم و با شما میمونم. در این زن یک چند خانه که دعوت ما رو که پیشنهاد شما میکنم باوری کامل دارم با هر یک شما معقول میشود. از شما خواهش میکنم شیر بچه ها مهنت ما رو قدر نکنه. شما رنگ بردار ماشین خونه زمین چیزی که داره نمونه بچم در روی اکران هستم و در رویش که من ریکلامش میکنم. باقی در پناه علاوه باشین شیر بچه ها نابرا تا آخر تماشا کنید. لایک با پادپیست رو فراموش نکنید. خوب دوستای عزیز، نواری امروز را شروع میکنیم. خانه اول ما بردار 3 کمتر 6 سوتیک زمین. خانه قرار دارد در شهر خوجند یعنی ولایت سوغده. نرخ خانه است 460,000 سامان میگه که با سودا میشه. نمره صاحب خانه در روی اکران هسته. در جای صاحب خانه خواهی کرده که خانه خود چی خیلی بینه. خانه نو استرویکه میگه، نو ریمونت میگه، پس بلوک اگه میگه، گردش محکم میگه، سراش نه فروخته میشه، آب سوید میگه، همش پستنکه میگه. وجودت خانه 100% میگه. یکم تنقسی نکشه. مکتب، مسجد، صدیق همش میگه نزدیکی ده میگه. توشکه خوبه. درون خانه یه ریمون که اگه مرحمت کردم می خدار کنکر نفش شیر بچه نمره صاحب خونه در روی اکرم نمونم. زنگ بودد دیگه معلوماتی پرش اخدم صاحب خونه بگی. دوستو عزیز، خونه نوبتی ما ایش 3 کمتر 4 سوتیک زمینه برداره. این خونه نو استروکال در پزش نشست مونده تا کریشش محکمه. خونه بقیشتی پخته کرده. خونه قرار دارد در نویه رودکی. نرخ خونه 95,000 سامونه که در کمتر بسیار برداره خوش کنه خونه ارزان. مرحمت پیشکش ما خونه ارزانگی 95,000. نمره صاحب خونه در روی اکران هست. در صاحب خونه خیلی توشکه شگر توشکه خوبه. آدم زندگی میکنه میگه دستراش نه فروخته میشه میگه. آب سیبل میگه همش بردگی میگه. سراش نباید بفروشش. مرحمت کدام خدار کنکر نمیشه شیه بچه نمره صاحب خونه در روی اکران میمونم. زنگ بزن دیگه معلومات پرش اخدام صاحب خونه بگی. خونه نوبتی برده عزیز ایشان 3 کمتر 11 سوتیک زمینه که چقدر که دستور دیگه خونه تیاره پدولم داره. خونه قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ خونه را 400,000 سومون نگه که با سودا میشه. نمره صاحب خونه در روی اکران هست. درجه صاحب خونه خیلی کده خیلی خونه چی خیلی که میبینه خونه ریموت 100% کدگه میگه. بانیا کوخنی همه چی داره میگه. آب سویت همش پستنی که میگه. وجودت خونه 100% میگه. دستراش نه فروخته میشه. کدام خیلی کن کرده میشه. نمره خونه صاحب خونه در روی اکران زنگ بوده با قضیه سودا میگه. شیر بچه ها شما خواهش تیلایی میکنم بسیار شما مهمونن. همه کسا در کانال آبونه شد ویدیو ما رو تماشا کنین. بعد با پگرد ویدیو بهترین خانه رو پیشنهادش میکنم باوردارم به شما معقول میشد. اگر شما بفرمایید ویدیو تماشا کنین پس پیش کنین میتونید پگرد به حضور تماشا کنین. خوب دوستان عزیز، خانه نوبتی ما 6 کمتر 3 سوتیک زمین. خانه قرار دارد در نویه شاه منصور شهر دوشنبه. نرخ خانه 420,000 سامان نگه که با سودا میشه. نمره صاحب خانه در روی اکران هست. چه که من در صورت خانه درونش ریمون کردگی تیاره کنسنه 560 کراچی پرده مدام و چی داره میگه. به همه چیز چورش میخره میگه. کدام خریدار کنکرده میشه. نمره صاحب خانه در روی اکران هست. گردی خانه محکم کرده میگه. توچکاش میگه توچکا خوبه میگه. طرفای سنتر ده مرحمت شیر بچه کدام خریدار کنکرده میشه. نمره صاحب خانه در روی اکران زنگ بوده دیگه معلومات پرش اکادمی صاحب خانه بگی. خانه نوبتی برادر عزیز 4 کمتر 6 سوتیک زمین. خانه قرار دارد در نویه دنگره ولایت ختلون. نرخ خانه 200,000 سامان میگه که با سودا میشه. نمره صاحب خانه در روی اکران هست. چه که دستور ببینید درخت نیحال داره. خانه آب سیبل میگه همش بردگی. گردی خانه محکم دروازه چسبیدگی. خانه ریموت 100% کردگی. میتونی به حضور زندگی کنی. بانیا کوخنی توالت همه چی داره میگه. کدام خریدار کنکر نمیشه شیر بچه اش ما خوش بکنیم. اما آدمی که خریدار کنکر ده مادام بهوده زنگ نزنیم بردار افتاده کم چی خودش خرید کردگی. مرحمت کدام خریدار بشید زنگ بزن شیر بچه ها. شما خوش تیلایی میکنم که بسیار شما مهمونن. همه کسا شیر بچه ها یا دستگیری چکنین یا لایک به پول بزنین. کدامی که مهمونی پد پیسه تکن لایک به پول بردار دی لایک شد بگی لایک بزن بردار.
خوب دوستای عزیز، خونه نوبتی ما بردار ده تجهیز که در صورت میبینین 8 کمته خونه ساختگی. خونه قرار داره 5 ساتق مساحت زمینش. خونه قرار داره در شهر دوشنبه. نرخ خونه 560,000 سومونه که با سعودا میشه. نمره صاحب خونه در روی اکران هست شیر بچه ها. کدام خریداری کان کرده میشه. درجه صاحب خونه قای کرده خرچ خرک میاد. درونش کتو زگی بیرونش کتو زگی کریشش محکم در ترزا چسبوندگی هم درشون چسبوندگی ترزا چسبوندگی میکنه. مرحمت کدام خریداری کان کرده میشه. شیر بچه زنگ زده با قاطی سعودا میکنه. خونه نوبتی برده عزیز یک کمته 6 ساتق زمین. خونه قرار دارد در نویه رودکی، محله تایلان‌آباد. نرخ خونه 250,000 سومون که با سعودا میشه. در صاحب خونه قای کرده گردی خونه میگه محکم میگه خونه چه که ناوستروی که میگه نو ریمونت درونش ریمونت که در ترزا 60 میگه کریشش محکم میگه سراش نه فروختن بشه میگه. درون خونه میگه ریمونت 100% میگه تیاره میگه در ترزا چسبوندگی می چه گفتم پوزگی پچی. مرحمت کردم خریدار کانکریت نباشه زنگ بزن انام کانال ما گاز شیر بچه ها با قطعان سعودا میکنن. خوب دوستان عزیز، آخری نواره اشما خواهش میکنم کدامی که پد پیسه تکنه در کانال پد پیسه تکنه لایک ها بچه کدامی که مهمونی پد پیسه تک برداره. خونه نوبتی برداره 3 کمته 6 ساتق زمین. خونه قرار دارد در شهر وحدت. نرخی خونه است 40,000 سومونه که با سعودا میشه. نمره صاحب خونه در روی اکران هست. در صاحب خونه قای کرده خونه خرچ که نه استریکا بس مبلغ چینگی هم بالای کریشش محکم میگه دستراش نه فروختن بشه میگه کدام خریدار کانکریت نباشه میگه زنگ بزن میگه با عین نام کانال ما گازش هی بچا با قطعا خیلی ارزان میگه با دای برش علاو خونه کوخنی یا حجت خونه کلاگی بده میگه خرید دونه خونه ش ببینید خیلی کدام خریدار مرحمت زنگ بزن. واقعی در پناه آپشن شهر بچه ها دستگیری کردن فراموش نکنید. کدامی که پد پیسه تکنید پد پیسه تکن.